روزی روزگاری پیرمردی در دهکده‌ای زندگی می‌کرد. هر روز او را می‌دیدند که یک گونی بزرگ و سنگین را بر دوش خود حمل می‌کند و به سختی در جاده‌های خاکی دهکده قدم برمی‌دارد. چهره‌اش همیشه در هم و خسته بود. یک جوان کنجکاو که دیگر طاقت دیدن رنج پیرمرد را نداشت، جلو رفت و پرسید: پدرجان، در این گونی سنگین چه چیزی حمل می‌کنی که این چنین شما را خسته و خمیده کرده است؟ پیرمرد با آهی عمیق در گونی را باز کرد. داخل گونی پر از سنگ‌های کوچک و بزرگ بود. جوان با تعجب پرسید: این سنگ‌ها برای چیست؟ پیرمرد جواب داد: هر کدام از این سنگ‌ها یکی از نگرانی‌های من است. این سنگ بزرگ نگرانی من برای محصول فردایم است که مبادا آفت بزند. دیگری نگرانی برای سلامتی فرزندم در شهر دور است. آن یکی نگرانی از حرفی است که هفته پیش به دوستم زدم و شاید رنجیده باشد. هر روز هر نگرانی جدیدی که به ذهنم میرسد، سنگی به این گونی اضافه می کنم. جوان پرسید: چرا آنها را تمام روز با خود حمل می کنی؟ پیرمرد لحظه‌ای سکوت کرد و گفت: چه سؤال هوشمندانه ای؟ راستش را بخواهی هیچ وقت به این فکر نکرده بودم. در اصل من به این سنگ‌های روی دوشم عادت کرده ام. پیرمرد همانجا گونی را زمین گذاشت، نفسی عمیق و راحت کشید و برای اولین بار پس از سالها با راحتی لبخندی بر لب به راهش ادامه داد. پند داستان: نگرانی‌ها مانند سنگ‌هایی هستند که ما بی جهت بر دوش می‌کشیم. حمل کردن مداوم آنها فقط ما را خسته و فرسوده می‌کند. گاهی باید آگاهانه تصمیم بگیریم که بار نگرانی‌های بیهوده، به خصوص نگرانی برای آینده‌ای که هنوز نیامده و گذشته‌ای که دیگر رفته است، را زمین بگذاریم تا بتوانیم با آرامش در مسیر زندگی قدم برداریم.